بیش از یک شبانه روز است که دلنوزه با آبی خریده و ذخیره کرده‌اش ظرف می‌شوید. او در آشیانه نهم زندگی دارد و یک بار قطع شدن آب در منزلش نقشه‌های او را به هم زده است. می‌خواستم که وسایلم روشن ولی حتی برای دستشویی آب هم نبود. من راستی از مغازه رفتم، این چطور که می‌بینید همین 5 لیتر آب رو خریده آوردم. اونجا هم آب دیگر نبود، همین آخرام قوطی آب بود که من اون رو خریده آوردم. مثل دلنوزه سر از دیروز 16 دکبر ساکنان کلانترین ناحیه پایتخت ناحیه سینو به آب ماندند. مردم اکثریت از یک باره قطع شدن آب نگرانی میکنند و میگویند مجبورند آب بخرند و یا به آشیانه های بلند آب کشند تا نیازشان را برآورده سازند. پیش وقتا بود همین آب که نشد یک آب کشه گفته می آوردن یک ماشین آب می ماندن خیلی اهل گودکدارا ایندوالیتا میگرفتن هم استفاده می‌بردن. از اینا دو سوتکشون نیست که. شکایت ساکنان پایتخت از بی‌آبی شبکه‌های اجتماعی را هم پر کرده است. تلفن‌های اداره آب و کاریز دوشنبه این شب و روز به تنفس زنگ می‌زند. ساعت 8 سحر من قبول کردم تا حاضر به ایست زنگ‌ها به جواب دادیم. آب و کاریزی خیلی عصبانی میشوند، بله. بعضنش خیلی میفهمد، بعضنش دشنام‌های قبیح هم میکند. کوشش میکنیم خیلی فهمونیم، کوشش میکنیم صبر میکنیم. پاسخ مسئولین این اداره به ساکنان و ما یک است. در یکی از شاهقبرهای آبی شهر صدمه رخ داده باعث به بی آب ماندن یک ناحیه کلان شده است. حالا 12 گروه صدموی برای برطرف کردن این مشکل سفربر شدند. خبری که ناحیه سینو رو با آب نوشاکی تامین میکند صدمه شدگی. تو بگو برطرف میکنیم. نمایندگان کارخانه واحد آب و کاریز دوشنبه تاکید میکنند که برای چنین حالتهای صدموی آنها 30 ماشین آبکشانی در اختیار دارند. دایر با نبودن آب نوشاکی ناحیه 21 ماشین آب تامین کنی چه ناحیه رو سفربر کردیم آب خرید تامین کرده است. اکثر ساکنان میگویند در این حدوداً 2 روز یگان ماشین برای آنها آب نآورده است و این هم مشکل و نگرانی آنها را بیشتر کرده است. صدمه و شکایت مردم در حال است که به اطلاع اداره آب و کاریزی ساکنان حدودی 17 میلیون سومانی از استفاده آب قرض دارند.